در دهه هیراتی افغانستان در نتیجه حمله هواپیمای بسرنشین آمریکایی که هدف آن یکی از قماندان‌های طالبان بود، 60 نفر ساکنان محلی کشته شد و چند تن دیگر زخمی گردیدند. در این خصوص آژانس اطلاعاتی فرگانه با تالان نیوز تکیه نموده اطلاع می‌دهد. گزارش‌هایی که ما داریم آمار تلفات بسیار زیاده، مردم ملکی و هم بنابر اطلاع نماینده شورای دهه وکیل احمد قرحی، طبق معلومات او شماره کشته شدگان و زخمیان خیلی زیاد است. به گفته او تلف شهروندان از طرف طالبان زیاد شده است. مشاهدان قضیه در خصوص 50 نفر کشته شدگان ساکنان محلی نقل نمودند. عملیات مخصوص روز 8 ینور در محل شیندان عملی گردیده است. نظامیان آمریکایی ابراز داشتند که عملیات مذکور بنابر طلب قوه‌های امنیتی افغانستان گذرانیده شده است. مقامات افغانستان چون هر وقت وعده دادند که قربانی‌های در میان مردم را تفتیش خواهند کرد. در بعضی عملیات‌های مذکور به خطاها راه داده می شود. حالا تفتیشات شروع گردید و روزهای نزدیک معین خواهد شد، گفت سردار پلیس هرات جنرال امین الله امرکل. او مورد تایید دولت هست، اما در بعضی عملیات ها و بعضی وقت بعضی تصادف ها و اشتباهات است. اگر صورت گرفته باشید در حالت بررسی است. با گفته والی هرات عبدالقیوم رحیمی، نافهمی رخ داده است. حادثه مانند با قیرکنی عمومی ساکنان محلی از جانب هواپیمای بسرنشین آمریکایی در دهه ننگرخر شرق افغانستان ماه سپتامبر سال 2019 رخ داده بود که در آن وقت دستی کم 30 نفر زخمی گشته، تقریباً 40 نفر کارگران و فرمران کشته شدند. May I be allowed to express my sincere condolences and sympathy. طبق اطلاع آماری بخش مخصوصی سازمان ملل متحد آید به همکاری افغانستان، در 9 ماه اول سال 2019 در افغانستان 2563 ساکن محلی کشته شد، 5676 نفر دیگر مجروح شدند. این نشان داده بلندترین قربانی ها در میان ساکنان محلی افغانستان می باشد. یادداشت میکنیم که در سال 2017 ایالات متحده آمریکا با بهانه مبارزه علیه تروریسم به منطقه افغانستان بمب‌ای را پرتافت که وزن آن 10 تن را تشکیل میکند. با این کشور افغانستان برای نظامیان خارجی به مشقگاه آزمایشی تبدیل یافته است که میتوانند مردم بکشند، ساکنان محلی را قیر نمایند و بدون جزا بمانند. پر د اولادونو سره د وريرونو سره د تر د زمون سره ټول سره د دې حکومت خدمت کاوه. د دې محله کې تر اوسه خلک نشي راغلي، هم دا سره د دې سره